ساعت 9 شب که میشه برای خیلی از ما این فقط یه عدد روی ساعت نیست. این صدای زنگ شروع یه نبرد روزمره است. نبرد بخواب لطفاً، بخواب. ما قصه ها رو گفتیم، چراغا رو کم کردیم، ولی اون چشمهای کوچولو هنوز برق میزنه و انگار خستگی براش بی‌معناست. این جنگ شبانه چقدر از انرژی شما رو میگیره؟ چقدر حس گناه و شکست روی دلتون میذاره؟ امروز میخوام شما رو به یه سفر ببرم، سفری به کوچه های بوینس آیرس توی آرژانتین، جایی که ساعت 11 شب بچه ها نه در تخت خواب که در آغوش خانواده هاشون با لبخند به خواب میرن. اونا چه رازی رو میدونن که ما فراموش کردیم؟ این قسمت فقط در مورد خواب نیست، در مورد بازپسگیری آرامش و صمیمیت در بهترین ساعات روزه. و حالا یه سوال و تشخیص این که چرا روتین های سختگیرانه ما رو به جنگ میکشونه. فرهنگ مدرن به ما یاد داده که والد خوب والد کنترلگره. ما یاد گرفتیم که خواب یه پروژه علمیه که باید با دقت مدیریت بشه. اما این وسواس برای کنترل 3 تا اثر جانبی خطرناک داره. اولین خطر اینه، ما رو دچار اضطراب عملکرد میکنه. هر دقیقه‌ای که بچه نمیخوابه ما حس میکنیم داریم امتحان واردگری رو رد میشیم. دومین خطر اینه که در کودکمون، در فرزندمون مقاومت ایجاد میکنه. وقتی که با زور میگیم باید بخوابی، اون هم با تمام قدرتش میگه نمیخوام. این دیگه دعوا سر خواب نیست، دعوا سر قدرته. و سومین خطر و از همه غم انگیزتر، صمیمیت رو از ما میگیره. ساعاتی که میتونه پر از آغوش و قصه باشه، یعنی در آغوش بگیریم همدیگه رو، بعد قصه برای همدیگه تعریف کنیم، تبدیل به میدون جنگ میشه. اما توی آرژانتین فلسفه کاملا متفاوته. اونا میگن ارتباط مهمتر از برنامه هست. خب بریم 3 اصل طلایی والدین آرژانتینی رو یاد بگیریم برای شب‌های آروم. اونا 3 تا کار خیلی ساده انجام میدن که ما فراموششون کردیم. اولین اصل اینه، به بدن فرزندتون و کودکتون اعتماد کنید. اونا خواب رو مثل گرسنگی میبینن، یه نیاز طبیعیه. به جای نگاه کردن به ساعت، به نشونه‌های واقعی خستگی نگاه میکنن. خمیازه، مالیدن چشم و چیزهای دیگه که توی چک لیست براتون آماده کردم. تا وقتی این نشونه‌ها نیومده نمی‌جنگن. این اعتماد فشار رو از روی همه برمی‌داره. دومین اصل طلاییشون اینه، بچه‌ها توی جمع آروم میشن، نه توی تنهایی. ایده فرستادن بچه به اتاق تاریک و تنها برای اونا عجیبه. بچه‌ها در ساعات اولیه شب بخشی از زندگی آروم خانواده هستن. صدای پچ بزرگترها، گرمای حضورشون، این حس امنیت بهترین لالایی دنیاست. اونها با حس تعلق به خواب میرن، نه با حس طرد شدن. و اما سومین اصل اینه که روتین منعطف دارن، نه یه برنامه نظامی. بله اونا هم روتین دارن، اما روتینشون برای ایجاد آرامشه، نه برای اجرای دستور. هدفشون اینه که باک عاطفی بچه رو قبل از خواب پر کنن، با یه حمام طولانی، با چند تا قصه، با درآغوش کشیدن و حرف زدن از روزی که گذشت. چطور گذشت روزت؟ خود این آرامش و صمیمیت کودک رو به سمت خواب هدایت میکنه، نه به سمت عقربه‌های ساعت و هشدار. اما چطور میتونیم این آرامش رو به خونه خودمون بیاریم؟ خب شاید بگید بچه من فردا مدرسه داره، درسته، و قرارم نیست مثل شب‌های آرژانتین ساعت 11 توی رستوران باشیم. قرار روح این فلسفه رو قرض بگیریم و توی خونه‌های خودمون اجرا کنیم. اولین کار این میتونه باشه جنگ با ساعت رو تموم کنیم. فرایند آرامسازی رو کمی دیرتر ولی با آرامش شروع کنید. دومین کار اینه اون 1 ساعت قبل خواب رو تبدیل به زمان طلایی بدون موبایل کنید. تمام توجهتون رو بهش بدید. این توجه گرسنگی عاطفیش رو سیر میکنه و اونو برای جدایی شبانه آماده میکنه. دقت کنیم 1 ساعت قبل از اینکه بخوابه این زمان طلایی بدون صفحه نمایشه. حالا هر چیزی میتونه باشه. و سومین کارمون هم این میتونه باشه اسم بازی رو عوض کنید. چرا ساعت خواب؟ به جای وقت خوابه بگید وقت آرام شدنه. این کلمات ساده فشار رو از روی نتیجه خوابیدن برمیداره و روی فرایند آروم شدن تمرکز میکنه. شما دارید بهش یه مهارت یاد میدید، نه اینکه یه وظیفه رو بهش تحمیل کنید. درس بزرگ والدین آرژانتینی این نیست که بچه‌ها دیر بخوابن. درس بزرگ اینه که آرامش شما آرامش فرزند شماست. صمیمیت شما بهترین قرص خواب‌آور دنیاست. برای اینکه بتونید این فلسفه رو راحت‌تر توی زندگیتون پیاده کنید، ما یه چک لیست 3 قدمی برای شب‌های آروم به سبک آرژانتینی براتون طراحی کردیم. این هدیه رایگان رو میتونید از کانال تلگرام ما
که لینکش توی توضیحات این پادکست یا این کلیپ هم هست میتونید دانلود کنید. امیدوارم امشب به جای نگاه کردن به ساعت به چشمه‌های فرزندتون نگاه کنید. شب و روزتون آروم، شاد باشید و برقرار.